بعضی از ترسناکترین داستان‌های تاریخ زایده تخیل نیستند، بلکه واقعا اتفاق افتادن. سلام به دوستان سینما، خوش اومدید به موویلند. تو این ویدیو 10 فیلم جنگ جهانی رو معرفی میکنم که همگی بر اساس داستان‌ها و اتفاقات واقعی ساخته شدن. فیلم‌هایی که نشون میدن واقعیت گاهی از هر فیلمی ترسناکتر و تکان دهنده‌تر هستش. بچه‌ها من تو این ویدیو سعی کردم آثاری رو معرفی کنم که بر اساس واقعیت ساخته شدن و تا جایی که بشه من داستان واقعی هر فیلم رو براتون میگم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. شماره 10 وارهورس، محصول 2011، IMDb 72 راتن 74%. داستان درباره پسری نوجوان به اسم آلبرت هستش که پیوند عمیقی با اسبش جوی داره، اما با شروع جنگ جهانی اول جوی به ارتش بریتانیا فروخته میشه و از صاحبش جدا میشه. تو ادامه داستان جوی بین سربازای انگلیسی و آلمانی و غیر نظامی دست به دست میشه و تو هر مرحله با چهره‌ای تازه از جنگ روبرو میشیم. تو همین وضعیت آلبرت تمام تلاشش رو میکنه تا روزی دوباره اسبش رو پیدا کنه. این فیلم اقتباسی مستقیم از داستان واقعی و واحد ساخته نشده، بلکه اقتباس از رمانی به همین اسم اثر مایکل مورپولگو هستش. اما نکته جالب اینجاست که نویسنده ایده های رمان رو از خاطرات واقعی سربازای جنگ جهانی اول و اسب‌هایی که توی اون جنگ ها خدمت کردن الهام گرفته. تو جنگ جهانی اول بیش از 8 میلیون اسب و قاطر تو ارتش‌های مختلف به کار گرفته شدند. اونها وظیفه حمل تجهیزات، توپ‌های سنگین و انتقال مجروح‌ها و حتی شرکت توی حملات نظامی را بر عهده داشتند. شماره 9 All Quiet on the Western Front، در جبهه غرب خبری نیست، محصول 2022، IMDb 78 راتن 90%. داستان درباره پل بویمر، نوجوانی آلمانی هستش که همراه دوستاش با شور اشتیاق و تحت تاثیر تبلیغات وطن پرستانه داوطلبانه به ارتش آلمان ملحق میشن تا توی جنگ جهانی اول شرکت کنند. اما چیزی که تو میدون نبرد انتظارشون رو میکشه هیچ شباهتی به رویاهای قهرمانانشون نداره. اونا خیلی زود با گرسنگی، ترس، مرگ و بیرحمی جنگ روبرو میشن و به تدریج متوجه میشن که جنگ قهرمان نمیسازه، بلکه نسل جوان یک جامعه رو نابود میکنه. فیلم از زاویه دید یک سرباز عادی روایتش رو جلو میبره و به جای تمرکز روی پیروزی و شکست، بهای واقعی جنگ رو به تصویر میکشه. این فیلم هم اقتباسی از رمانی با همین اسم نوشته آریش ماریا رمارک که خودش سرباز ارتش آلمان توی جنگ جهانی اول بوده. و البته اینو هم بگم که این فیلم اولین اثر سینمایی آلمان هستش که تونست اسکار بگیره و جزو 250 فیلم برتر هستش. و اینکه بچه‌ها من یک ویدیو ساختم درباره 10 فیلم از 250 فیلم برتر که باید اول اونا رو ببینیم. لینک ویدیو رو توی دیسکریپشن همین ویدیو براتون میذارم، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو هم ببینید. شماره 8 فیوری، محصول 2014، IMDb 76 راتن 75%. بچه‌ها این فیلم یکی از بهترین فیلم‌هایی هستش که توی زندگیم دیدم، مخصوصا با بازی بی‌نظیر براد پیت. داستان تو آوریل سال 1945 تنها چند هفته پیش از پایان جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. گروهی 5 نفر از سربازای آمریکایی به فرماندهی دان با تانک شرمن خودشون که فیوری نام داره مأموریتی خطرناک رو توی قلب آلمان نازی آغاز میکنن. در این بین یک سرباز جوان و بی‌تجربه به اسم نورمن به خدمه تانک ملحق میشه. نورمن که هرگز کسی رو نکشته حالا وسط جنگی تمام عیار قرار داره و باید تصمیم بگیره که میتونه برای زنده موندن خودش جون یکی دیگر رو بگیره یا نه. فیلم خیلی روی فضا سازی جنگ کار کرده و سعی کرده تأثیر روانی جنگ رو روی افراد نشون بده که به نظر من خیلی خوب عمل کرده. جالبه که بدونید فیلم با الهام از خاطرات و تجربیات واقعی خدمه تانک‌های آمریکایی ساخته شده. اون زمان تانک‌های M4 شرمن آمریکایی در برابر تانک‌های سنگین آلمانی مثل تایگر 1 و 2 از نظر قدرت آتش و زره ضعیف‌تر بودند. با این حال خدمه شرمن با تاکتیک، تجربه، هماهنگی و شجاعت مأموریت‌های خیلی سخت رو انجام دادند. و اینکه یکی از معروف‌ترین سکانس‌های فیلم یعنی سکانس نبرد شرمن در برابر تایگر 1 واقعی هستش و سازنده‌های فیلم از تنها تایگر عملیاتی دنیا که توی موزه بوینگتون انگلستان نگهداری میشه برای فیلمبرداری استفاده کردند. شماره 7 پی کنید کریستوفر نولان یک فیلم توی ژانر جنگ جهانی تاریخی بسازه و اون فیلم بد بشه. دانکرک، محصول 2017، IMDb 78 راتن 92%. داستان فیلم توی سال 1940 اتفاق میفته، وقتی که بیش از 400,000 سرباز متفقین توی سواحل شهر دانکرک فرانسه توسط ارتش آلمان محاصره شدند. فیلم همزمان 3 داستان مجزا رو دنبال میکنه. سربازایی که توی ساحل زیر آتش دشمن منتظر نجات هستند، گروهی از شهروندای عادی انگلیس که با قایق‌های شخصیشون برای نجات سربازا راهی دریا میشن و خلبانای نیروی هوایی بریتانیا که توی آسمون از عملیات تخلیه محافظت میکنند. برخلاف خیلی از فیلم‌های جنگی
ولی دانکرک بیشتر روی بقا، ترس و امید تمرکز داره تا نبردهای بزرگ. شماره 6 هاکسا ریج یا همون ستیغ جهنمی، محصول 2016، IMDb 8.1، راتن 84%. داستان درباره دزموند داس، یک امدادگر ارتش آمریکاست که توی جریان جنگ جهانی دوم به دلیل باورهای عمیق و اعتقادات شخصیش حاضر نمیشه هیچ سلاحی به دست بگیره یا به کسی شلیک کنه. با وجود تمسخر و فشار و مخالفت‌های موافقهای دزموند، اون وارد میدون جنگ میشه، نه برای کشتن بلکه برای نجات جون دیگران. تو نبرد خونین اوکیناوا، داس توی یکی از خطرناکترین میدون‌های جنگ بارها جون خودش رو به خطر میندازه تا همرزمای زخمیش رو از میدون جنگ نجات بده. این فیلم داستان شجاعت، ایمان و فداکاری رو به تصویر میکشه و ثابت میکنه قهرمان بودن همیشه به معنای جنگیدن و آدم کشتن نیست. اما این داستان وقتی جالب‌تر میشه که بدونید داستان فیلم کاملا واقعی هستش و دزموند داس توی جریان نبرد اوکیناوا بیش از 75 نفر از همرزماش رو نجات داده و اولین کسی توی تاریخ آمریکا شده که بدون شلیک حتی یک گلوله مدال افتخاری گرفته. شماره 5 1917، محصول 2019، IMDb 8.2، راتن 88%. داستان فیلم تو سال 1917 تو اوج جنگ جهانی اول اتفاق میفته. دو سرباز بریتانیایی به مأموریتی تقریبا غیر ممکن فرستاده میشن. اونا باید هر چه سریعتر خودشون رو به یک گردان خط مقدم برسونن و پیامی حیاتی رو تحویل بدن، پیامی که میتونه از آغاز حمله مرگبار جلوگیری کنه و جون تعداد زیادی سرباز رو نجات بده. اما برای رسوندن این پیام، اونها باید از بین سنگرهای متروکه، میدونهای مین و مناطق اشغال شده عبور کنن که هر لحظه ممکنه به قیمت جونشون تموم بشه. سام مندز ایده فیلم رو از داستانهایی که پدر بزرگش آلفرد مندز تعریف کرده الهام گرفته. آلفرد توی جنگ جهانی اول به عنوان پیامرسان توی ارتش بریتانیا خدمت کرده و تو اون دوره ارتباط رادیویی خیلی محدود بود و گاهی تنها راه رسوندن دستورات فرستادن سربازهایی بوده که با پای پیاده از بین میدونهای نبرد عبور می‌کردن. و البته اینو هم بگم که فیلم 1917 تو اسکار سال 2020 برنده 3 جایزه اسکار شده. شماره 4 دانفال یا همون سقوط، محصول 2004، IMDb 8.2، راتن 90%. داستان این فیلم توی آوریل سال 1945 تنها چند روز پیش از پایان جنگ جهانی دوم روایت میشه. ارتش شوروی به برلین رسید و سقوط آلمان دیگه اجتناب ناپذیر هستش. با این حال آدولف هیتلر همچنان توی پناهگاه زیرزمینی خودش اصرار داره که ورق جنگ رو برگردونه. فیلم بیشتر از نگاه ترادل، منشی جوان هیتلر، روایت میشه، زنی که از نزدیک شاهد فروپاشی حکومت نازی، اختلافات بین فرمانده و تصمیم‌های سرنوشت ساز و روزهای آخر زندگی هیتلر هستش. این اثر به جای تمرکز روی نبردهای بزرگ، فضای خفقان آور و روانی آخرین روزهای رهبری و سلطه نازی‌ها رو به خوبی به تصویر کشیده. و البته اینو بگم که فیلم کاملا بر اساس واقعیت ساخته شده و از خاطرات ترادل، منشی هیتلر که توی روزهای آخر همراه اون بوده، الهام گرفته شده. بچه اگه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید و از ویدیو خوشتون اومده، حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو درباره این فیلم ها برامون بنویسید. شماره 3 Saving Private Ryan، نجات سرباز رایان، محصول 1998، IMDb 8.6، راتن 94%. داستان فیلم تو سال 1944 و از عملیات نورماندی آغاز میشه. بعد از حمله نیروهای متفقین به سواحل فرانسه، ارتش آمریکا متوجه میشه که 3 برادر از خانواده رایان توی جنگ کشته شدن و تنها برادر چهارم یعنی جیمز فرانسیس رایان هنوز تو جبهه حضور داره. به همین خاطر به گروهی 8 نفره به فرماندهی کاپیتان جان میلر دستور داده میشه تا از میدان جنگ بگذرند و تنها برادر باقی مونده رو سالم به خونه برگردونن. فیلم به یکی از بزرگترین و عجیبترین عملیات‌های نیروهای متفقین در برابر آلمان نازی پرداخته که به طور کامل مسیر جنگ رو تغییر داده. اگر این عملیات انجام نمی‌شد یا شکست می‌خورد، مطمئنا نتیجه جنگ جهانی دوم تغییر می‌کرد. جالبه که بدونید داستان نجات سرباز رایان از روی مأموریتی واقعی الهام گرفته شده. الهام بخش اصلی فیلم ماجرای فردریک نایلند بوده که تو جنگ ارتش آمریکا تصور می‌کرده که 3 برادر خانواده نایلند کشته شدند و تصمیم گرفته برادر چهارم رو از خط مقدم خارج کنه و اینکه بعدها مشخص شد که یکی از برادرانی که تصور میشد کشته شده در واقع اسیر شده بوده. شماره 2 پیانیست، محصول 2002، IMDb 8.5، راتن 95%. داستان درباره ولادیسلا اسپیلمن، پیانیست مشهور یهودی اهل لهستان هستش که با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال لهستان توسط آلمان نازی، زندگی آروم و موفقش به کابوسی وحشتناک تبدیل میشه. اون به همراه خانواده‌اش مجبور میشه تو محله‌ای به اسم کتفی تو حومه شهر ورشو زندگی کنه، جایی که یهودی
یهودی‌ها با گرسنگی، تبعیض و خشونت روبرو هستند. با شدت گرفتن جنایات نازی‌ها، اسپیلمن از خانواده‌اش جدا میشه و برای زنده موندن ماها تو خونه‌های مخروب و ساختمان‌های متروکه زندگی میکنه. فیلم داستان مقاومت، امید و قدرت موسیقی تو دل یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ بشریت رو به تصویر میکشه. البته جالب اینجاست که فیلم بر اساس زندگی واقعی ولادیسلاو ساخته شده و از کتاب خاطرات اون به اسم پیانیست اقتباس شده. اما اینو هم باید بگم که بازیگر نقش ولادیسلاو یعنی آدریان برودی برای واقعی‌تر شدن این نقش حدود 14 کیلو وزن کم کرده. پیانو رو به صورت حرفه‌ای تمرین کرد و برای مدتی از زندگی عادی، دوستا و حتی وسایل شخصیش فاصله گرفته تا حس تنهایی شخصیت رو بهتر درک کنه و نشون بده و اینها همه باعث شدن که اون تو سن 29 سالگی برای این فیلم برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد بشه که یکی از جوان‌ترین برنده‌های این جایزه هستش. شماره 1 فهرست شیندلر، محصول 1993، IMDb 9، راتن 98%. داستان این فیلم هم تو جنگ جهانی دوم و توی لهستان تحت اشغال آلمان روایت میشه. اسکار شیندلر تاجری آلمانی و عضو حزب نازی که مردی فرصت طلب هستش و با استفاده از شرایط جنگ کارخونه راه اندازی میکنه و کارگرای یهودی رو با هزینه کمتر استخدام میکنه تا سود بیشتری ببره. اما با گذشت زمان و دیدن جنایات هولناک نازی‌ها علیه یهودیا، نگاهش به زندگی تغییر میکنه. شیندلر تصمیم میگیره از ثروتش، نفوذش و ارتباطش استفاده کنه تا جون کارگراش رو نجات بده. اون با تهیه فهرستی از اسم کارگراش اونها رو از فرستاده شدن به اردوگاه‌های مرگ نجات میده و به یکی از غیرمنتظره ترین قهرمان‌های جنگ جهانی دوم تبدیل میشه. جالبه که بدونید این اثر از زندگی واقعی اسکار شیندلر ساخته شده و فیلم تقریبا به طور کامل سیاه‌وسفید هستش، اما توی یکی از معروف‌ترین صحنه‌های تاریخ سینما دختر بچه‌ای با کت قرمز دیده میشه. استیون اسپیلبرگ از این رنگ برای نشون دادن بی‌تفاوتی جهان نسبت به فاجعه هولوکاست استفاده کرده. این شخص یک فرد مشخص توی تاریخ نیست، بلکه نمادی از هزاران کودک بیگناهی که قربانی جنایات و ایدئولوژی حزب نازی شدند. اسپیلبرگ معتقد بود نباید از ساخت فیلمی درباره هولوکاست درآمد شخصی داشته باشه و به همین خاطر تمام درآمد این اثر رو صرف تأسیس بنیادی برای ثبت و حفظ خاطرات بازماندگان هولوکاست کرد. و البته این فیلم تو اسکار سال 1994 موفق به کسب 7 جایزه اسکار شد که اون رو به یکی از آثار پرافتخار سینما تبدیل میکنه.